درود، کیانوش اکس ال هستم و این هم اولین ویدئوی چنلمونه. امروز اومدیم با یه ویدئوی ریاکشن به یکی از بهترین فیلم های کوتاه تاریخ، یعنی فوش 2. البته من نمیدونم بهترین یا بدترین، چون اولین فیلم رو دیدم، فوش 1 واقعا عالی بود و دیروز نسخه دوم همین فیلم اومده، میخوایم بریم ببینیمش. خب از اینستاگرام رسمی خود آقای مایک یونسی، ملقب به جنگلی توی فیلم، و برو که بریم. خب الان اینجا فوش 1، فوش 2، میریم 2. ببینیم. واو، همونطوری هم که میبینید تعداد بازیگرا نسبت به نسخه اول خیلی بیشتر شده و اینکه اگه در جریان نیستید بگم اگه فوش 1 رو ندیدید حتما بریم ببینید قبلش، ممکنه اسپویل بشه. حالا نمیدونم، فکر نکنم به اون ربطی داشته باشه چون اینجا داستانش رو تقریبا نوشته انگار جدا. وقتی 2 برادر در یک شام خانوادگی شرکت میکنند، تنش‌ها بالا میرود تا جایی که اتفاقهای غیر منتظره رخ میدهد. واقعا دیدنیه و اینکه تعداد بازیگرا زیاده، یعنی میتونیم دیالوگ های متنوع‌تر و جذابتری گوش بدیم. خب بریم. خیلی هیجان زدم، خیلی منتظر نسخه دوم این فیلم بودم و همین دیروز آرزوم برآورده شد. خب بریم ببینیم بدون معطلی. و البته اینم بگم تو نسخه اول ماجرا از این قرار بودش که جرمی موسیقی یا هم بیزنسمن توی فیلم از محل کار میخواست بره خونه. حالا یه آدمی حالا به پستش میخوره که هی بهش گیر میده، هی میخواد باش در بیفته. بعد حالا اینا هم دیگر میبندن به فوش و اینا و آخر سر معلوم میشه که اینا داداش بودن. بعد آره دیگه، حالا اون فیلم تموم میشه و میره توی این یکی. حالا ببینیم توی این چه رخ میده. بریم. Persian? No, I work with Hormuz downtown. You Persian? No. خب بیزنس در چه حاله؟ والا با این وضع اکانومی بد نیست خدا رو شکر. میدونی ریل استیت مارکت اصلا رفت آسمون، خیلی هات شد. آره من چند تا زمین خریدم هفته پیش. آقا من فکر کردم تو وکیل هستی. خب کارای یکم بینش دیالوگا قطع میشه، نمیدونم چرا. حال مشکل از ویدئوه یا سیستمه، نمیدونم. وکیلی میکنم دیگه. کارای وکیلی یعنی چی؟ خیلی از وکیلا هم ریل استیت هم میکنن دیگه. این روزا هممون که پول داریم اینوستینگ میکنیم توی این مارکت. این برادرم نمیفهمه. من چی رو نمیفهمم؟ اتفاقا من از این 100 بار بهتر بیزنس میفهمم. هرمز سر میز شام نشستیم، حالا مزخرف نگو. از اسمش هرمز بیزنسمن. بله برای بیزنسمن بیشتر میفهمه قاعدتا، نه؟ مزخرف میگم؟ بله بی معرفت، جلوی جد آباد آبروی خودتو بردی. تعیوس دروغای کسی، بیریخته بیمزه، احمق انتر. شما راستی فکر میکنی این وکیل هست؟ این که مردشون شکلش ببرم؟ وکیل باید 3 سال بره مدرسه، این یه هفته جولی دوتی بود. من هر روز جون میکنم تو آفیس، تو هر روز تو خیابون داری با خودت بازی میکنی گدا. واو، این سکانس یکی از تیزرها هم بود. فکر کنم معروف ترین دیالوگ بیزنسمن توی همین فیلم هم باشه. همونطور که توی قبلی مثلا برو کار کن یه پولی در بیار بود،
تو این یکی حالا اینه. هی اندروتل آخه یک چیزی نگو، همین امشب میرم خونت دخترتو حامله میکنم. میخوای با من شروع بکنی؟ What؟ دهنتو سرویس میکنم. دهن منو سرویس میکنی. این چه وضع؟ شما رعایت کن. چه دیالوگایی دیگه. خیلی دیالوگا نسبت به نسخه اول خشنتر و جدیتر شده. یکم میترسم راستش ادامهشو ببینیم، ولی خب بریم. کنی با اون کرمی که داری تو شلوارت هیچکی نمیتونی سرویس کنی. تو ماشین منو سرویس میکنی. داداش من دیشب داشتم زنتو اینقدر صفر میکردم، بچه‌هات همون اتاق داشتن سپانج باب اسکوئرپنس میدیدن. What are they saying? They're talking about Laker game. عجب بدبختی هستی تو راستی. خودت بدبختی کون شده. They seem very enthusiastic about it. من انقلاب توی خیابونا داشتم با سواک میجنگیدم. 79 بابا تو آمریکا بودی، داشتی سابوی ساندویچ کار میکردی. سابوی ساندویچ؟ من هیچ وقت واسه هیچ مرد تو عمرم کار نکردم. جالب اینجا مثلا بازیگرا چون ایرانی نیستن ممکنه مثلا تسلط خاصی به زبون فارسی نداشته باشن، میان دیالوگا رو کنار هم یه جوری میچنن. این کلمات یونیک و بامزه اختراع میشه، بخاطر همین فوش جالب میشه. مثلا یه ایرانی اینا رو میگفت شاید زیاد جالب نمیاد، ولی خب اینا میگن خیلی جالب میشه. من آنترپرنور هستم. بابا تو یه بار مبل مامان رو ایبی فروختی، حالا فکر میکنی آنترپرنور هستی؟ به زنت بدهکار بودم. تو اصلا پول کاغذ توالت نداشتی، با کون گوهی دویدی خونه من قسم میدادم هرمز، اون بین دوتا برادر بود. همینجا خونتو میریزم. واه. برو دکتر ببین بابا، من اینشورنس تو میدم. این هندونه فروش میخواد پول منو بده. تو که پا میشی بی جوراب میری عروسی، فکر میکنی میتونی پول منو بدی؟ تو 20 سال این کفشا تقلبی نایکی پوشیدی، میخوای درباره جورابای من حرف بزنی؟ من همین کفشا رو فرو کردم توی کونه من. بیورزه بچه کونی تون دهنت. وای خدا، این چه سمیه. خیلی جالبه، واقعا عالیه، واقعا عالیه. شاشیدم کی رفت تو حلقت؟ هرمز! کیوان! من فقط یه شما و همینطور اسم جنگلی هم کیوانه. خب هرمز و کیوان خوبه کشف شد اسمشون، چون توی فیلم اول معمولا مخاطبا اسما رو نمی‌دونستن. همون دیالوگا یه چیزی کشیدم بیرون، مثلا میگفتم به این بیزنسمن، به اون میگفتم مثلا جنگلی. هرمز و کیوان آروم میخواستم. شما باید همه چیزو خراب کنیم. دوباره آبروی فامیل رفته. چشمم روشن. عیبه، والا عیبه. آخه پیمان تو خیلی جرأت داری بیای خونه من درباره فامیل من اینطوری حرف بزنی. اصلا خدا رو شکر کن که همین الان کیرم تو حلقت نیست. میخوای دوباره بفرستمت زندان؟ ببین پیمان نه! خوش سانسور شده توسط مقام ما را دیدن مطلب من میکنند برای تحقیقات ضبط شده. عجب، راستش خودم فکر نمی کردم فوشد و فیزیکال باشه، مثلا درگیری فیزیکی داشته باشه. این دیگه از مرزهای فوش یک فراتر رفته، محدودیت ها رو گسترش دادن. expanding limits XL. تموم شد. تموم شد. عجب، کوتاه بود.
کوتاه بود ولی خب باحال بود. خوبه ولی خب نسخه اول من خودم بیشتر دوست داشتم. واقعا نسخه اول یه چیز دیگه بود، کلا هیولا بود. ولی خب این نسخه دوم کیفیتی بهتر بود، ولی خب انتظار داشتم مثلا بازیگرها بیشتر خودی نشون بدن. خدایی خیلی منتظر موندیم تا بیادش، ولی خب ارزش اون انتظار رو فکر نمی کنم داشته باشه. به عنوان یک فشفن از 1 تا 10 به این من خدا 8 میدم. 8 میدم دیگه. حالا به هر حال اینم یه فیلم فوشه دیگه، چیکار کنیم، دوست داریمش دیگه. آره دیگه اینطوری هست. خب این بود فحش 2 و واکنش من. امیدوارم که لذت برده باشید. خلاصه کانال هم لایک، سابسکرایب بودن، کامنت انگلیسی و همین حرفای تکراری که مطمئنم خوشتونم نمیاد و اینا. خلاصه بهتره کنین دیگه. آره دیگه اولین ویدیو بود و تا ویدئوی دیگر بدرود. مرسی که با ما همراه بودید. خدا نگهدار. یادت مقصد و بلد نباشه میشیم هم سفر. یادت بمونه یه مسافر نمیندازه هیچ چیزی و از قلم. همیشه درگیری با سوالای بی جواب. پل جدول بهتر از اینه بدی شعارای بی اساس.